این دختر به خاطر که جای اسنایپرچی را بفهمه یک آینه را گرفته بند کده میبینه و وقتی که اسنایپرچی از دور کاری دختر را میبینه خنده کده فکر میکنه از 1 کیلومتر دوری دیدن برای دختر ناممکن باشه. از همین خاطر ماشه را لغت کده آینه را پارچه پارچه میکنه و بعد از این دختر دیگه آینه را بند کده میبینه، لیکن این بار از 5 متر بالا میگیره آینه را. اسنایپرچی مغرور و هوشیار زیرک باز ماشه را لغت میکنه بدون اینکه فکر کنه در چال دختر افتاده که دختر اندازه کده میبینه در بین دوری اسنایپرچی و خودش کم از کم 1 کیلومتر فاصله داره و مسیر هر دو مرمیا ای گپ معلوم دار ساخت که طرف چپ یخچال به خاطر اسنایپرچی نقطه ناپدید است که دختر زودی که رفته بالا یخچال بالا میشه، در صورتی که اسنایپرچی کوشش داشت جای دختر را پیدا کنه و دمی بین یک پرده شورخوردگی چشم اسنایپرچی را به خود جذب میکنه و همین که دختر خیز میزنه اسنایپرچی هم فایر میکنه، لیکن خوشبختانه مرمی در جان دختر نمیخوره و این دختر زودی که در چوکی را سرچپه میکنه تا که نظر دید اسنایپرچی را بند کنه و یک چیز حیران کننده ای بود زیر چوکی یک سلاح اسنایپردار ماندگی بود و اسنایپرچی اصلا از چیزی بوی نمیبرد. دل بغم گوی خود سلاح خود مرمی پر داشت و وقتی که دوباره نشان میگیره که میبینه او دختر پیش از پیش در سرش نشانه گرفته 6 تا و کوشش میکنه ماشه را پچکنه، اما او خیلی دیر شده بود و نام سریال ما در کامنت یا در بالا یا در پایین یا در بغل بغل همین ویدیو نوشته میکنم. این سریال 8 قسمت داره و از سریال بازی مرکب یا اسکوید گیم که در خوبشتر است. از دیدنش پشیمان نمیشین و خواهشاً ویدیو رو لایک کنید و برای بهترین کلیپ ها و سریال ها صفحه ما را فالو کنید.